منتها مخلص واقعی در اتباع سنت قرار قل ان کنتم تحبون الله فاكثروا الصلاة والذكر والصوم والزکات والصدقه. خدا نفرمود الله تعالی. واقعا اگه کسی خدایی هست، هم در زندگی شخصی هم در زندگی خانوادگی و با قوم خویش، این در اتباع سنت مشخص میشه. چرا؟ چون همه دعواها، جدلها، بگو مگوها، همه قطع رابطه 99% به خاطر اتباع سنت. شما الان مثلا همین عروسی‌هایی که میگیرن محرم نامحرم کی رعایت میکنه؟ رعایت میکنن؟ کمتر کسی رعایت میکنه. هم از ترکمان، هم از بلوچا، هم از خراسانی ها کمتر کسی رعایت میکنه. عروسی هم ریختن. لذا همینه که اگر واقعا ما مخلص خدا میخوایم باشیم، میخوایم ثابت کنیم به خدا مخلصی، اتباع سنته در هر چیز. در هر چیز. واقعا این نیست دیگه، این که دیگه ضروریه، این نماشه که نمیشه. در هر چیز اتباع سنت. برخلاف خواهشاته. مثلا دراز کشیدی، یک از سنت همینه که قبل از خواب مسواک بزنی. اینجا خلاف نفسی. اینجا مطابق سنت زندگی کردن برخلاف خواهشات نفسه. هم در زندگی انفرادی، هم در خانواده و هم در اجتماع. اون چیزی که مباح، چیزی که مستحب است مستحبه، ولی اونایی که عاشقن دیگه مستحب هم رد نمی‌کنه. حالا بعضا مثلا پیش آمده میشه مستحب رو ترک می‌کنه، گناهی که برابر نداره. ولی اتباع سنت در مابین قوم و خویش این محک و تیک مخلص بودنه. مشخص میکنه واقعا شما مخلص خدایی یا مخلص مردم هست. بعضا من نمیشه دیگه، بعضا من نمیشه.